السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تماشاگران عزتمند، هواداران شبکه صلاح حجامه، الله نگهبانتان باشه. برای حجامه شهر مسکو به رقم روی کلام میتونید که مراجعت کنین. و چی گفتنی هستم؟ الحمدلله قدر الله و ما شفع. هر چیزی که هست تقدیر نصیبه. یعنی الله سبحانه و تعالی میفرماید که وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. هر آن چیزی که ما بد میبینیم شاید که برای ما خیر باشه، الله او را میدونه و ما دانا نیستیم. و همون خاطر الحمدلله قدر الله، یعنی رفتن ما طرف مدینه نشید. چخیل نشید؟ رفتیم اما متاسفانه گفتن که نظام ما تغییر افتاده. یعنی پیش بعضی کلمه هستن که مثلا در زبان روسی دیگه خیل نوشته میشه، در زبان تاجیکی دیگه خیل. مثلا در خدمت جی هسته، در اونها د جی های. مثلا در خدمت حی هسته، در اونها خی های. همیره خلاص گپ آچستو نوشتگی نیست در بگیم پاسپورت روسی به زبان انگلیسی. همیره خلاص گپ مشکلی گفتن و نماندن که داخل شیم. یعنی شاید که حکمت الله سبحانه و تعالی هسته که در آمدن نشید. یگان کار به حکمت نیست. البته که انسان زیق میشه که به چی خاطر یعنی ندر آمدیم. شیطان وسواس میکنه که سبب در چی بود، چی به ندر آمده، علم در آمده ای خیل میشید یا که او خیل میشید. خلاص که میخیل فکرها را شیطان در بدن انسان جا میکنه، در عصبش جا میکنه. از هم خاطر میگیم الحمدلله علی کل حال. پروردگار را شکرگزار هستیم. باز برگشتیم میگیم طرف دبی، این حال در دبی قرار داریم. یعنی کسی که مثال میتونیم که ما را راهکی بدیم و کوشش میکنیم تا آخری همین ماه 29 باید ما را ولد میشدیم. با اون خاطر خواستم برام پیشکی کسینسه مسینسه همه را جور توری کنیم دیگه و دیگه و بعدا تاجیکا را ایرپورت استقبال کنیم قبول کنیم. لیک متاسفانه نشید و انشالله که حرکت میکنیم که به جده یا بوریه بریم. گفتن جده قطعی بیاین. نظام جده تغییر یافتگی نیست و مدیر بگیم جده تغییر افتگی نیست. پیش میگه دیگه مدیر بود، مثلا میمون میگذشتی این حال مدیر دیگه مثلا نمیشه. گفتم 3 ماه پیش ما اومده بودم. خلاصی هم خیلی گپ چه زیاد کرده. کسی که در مسکو هستین ان شاء الله با این رقم هم میتونید که مراجعت کنین. گرای اینسا گذاشتن. الله نگهبانتان باشه. یعنی انسان هیچگاه باید زیق نشه چی حال و احوال ما باشه، چی دیگه حالت های زندگی امور حیات بندگی باشه، چی مشکلی در زندگی باشه، چی بیماری از فرزند از پدر و مادر، هر چیزی که هست یعنی الله سبحانه و تعالی میبینه و سنجشات میکنه که چیکار میکنیم در همین حالت ها. آیا صبر میکنیم یا که نارضایتی بیان میکنیم. و اون خاطر قدر الله میگیم و صبر میکنیم. شاید که حالمون مثال بعضی ها مثلا در اونجا بود که 5 روز 6 روز بگه من بود، بعضی 2 روز، بعضی 3 روز، بعضی ها مثلا که خدای نخواسته از اون پستا کنه با بشنان از این روزهاش خدا نگه بداره. و اون خاطر الحمدلله قدر الله ما با قدر استطاعت انشاءالله که در خدمت هستیم. پسی که دستمون میویه بگیم برادر الهام دین خیلی خدمت کرد ماشاءالله. بگیم همه طرفا بگیم برگنزوات کرد. لیک رفتیم بلیت همه رگنزوات کردن رفتیم. لیک در آمدن نشید. یعنی انسانی که بفهمه میگه قدر الله. میگم زنگ زدیم که برادر عزیز مهربان قدر الله نداشتید در آمده. یعنی پلیگ اسیس همه چی اپلود شد کرده بودن. گفت قدر الله تقدیر نصیب چیزی که باشه. تمام دیگه اگان چیز نیست. دیگه اگان نارضایتی بیان کردن نمیشه. به همون خاطر یعنی برای شما را میگیم که توصیه میتونم همچون برادر که چیف بیماری که هست الله سبحانه و تعالی به سبب بیماری، به سبب مشکلی، به سبب غم رنج الله گناه را میبخشه اگر که صبر کنیم. الله سبحانه و تعالی میفرماید که انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. آنانی که صبر میکنن الله اونها را چنان اجر ثواب میده که بغیر حسابه. اونها را وارد جنت میکنه. برای چی؟ در مشکلی صبر تحمل کردن. گفتن الحمدلله قدر الله و ما شفع. قدر الله گفتن و بگیم صبر کردن الله اونها را با خاطر صبر کنیشون چیکار میکنه؟ وارد جنتشون میکنه. چی مشکلی دارین؟ با صبر باشین. الله نگهبانتان باشه. با دعا باشین. انشاءالله که ما در خدمت هستیم. فی امان الله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.